پدر شرابنوش است، پسر پدر را میزند. جوابش را گردانید، انتظارم. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. البته زدن و به احترامی کردن پدر و مادر از جمله گناهان کبیره و هلاک‌آور است. بدبخت دنیا و آخرت کسی است که با پدر و مادر خود بدرفتار باشد، اگرچه آنها بدین و به ایمان باشند. به هیچ رو فرزند حق ندارد به پدر و مادر خود کمترین به احترامی کند. اگر شراب نوشی او را بهانه کرده میزند، باید بداند که گناهی که خودش انجام میدهد از شراب نوشی پدرش بدتر است. رنجاندن پدر و مادر و به احترامی کردن به آنها از بزرگترین گناهان کبیره به شمار می رود. ببینید، آیا گناه شراب نوشی وزنین‌تر است یا گناه کفر و شرک؟ البته گناه کفر و شرک وزنین‌تر است. یگانه گناهی که بخشیدن نمی شود این کفر و شرک به پروردگار عالمیان است. انسانی که با کفر و شرک بمیرد هرگز بخشیدن نمی شود و ابدی در آتش جهنم می سوزد. با وجود این خداوند درباره پدر و مادر بی ایمان و کافر می فرماید و صاحبهما فی الدنیا معروفا، یعنی در دنیا با پدر و مادر به خوبی رفتار کن. خداوند درباره پدر و مادر کافر چنین می فرماید: پس پدر و مادر مسلمان اگرچه شراب نوشند یا دیگر گناهان را انجام می دهند سزاوارترند که احترام کرده شوند. شراب نوشی گناه کبیره است، یعنی گناه بزرگ است، ولی از آن هم گناه بزرگتر وجود دارد و آن رنجاندن پدر و مادر است. در حدیثی که آن را بخاری و مسلم روایت می کنند آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره آگاه نسازم؟ این جمله را 3 بار تکرار کردند و سپس فرمودند: الاشراک بالله و عقوق الوالدین، شرک به الله و رنجاندن پدر و مادر. سبحان الله. ببینید که در این حدیث رنجاندن پدر و مادر در برابر شرک به الله قرار گرفته است که خیلی گناه خطرناک است. پناه به خداوند. از الله بترس ای کسی که به پدر و مادر خود بدرفتاری میکنی.